بنده خسرو محمدلو هستم، تولید کننده ایمپلنت های فک و صورت جمجمه. ما این و ستون فقرات، ما این کار رو از در واقع بازسازی ابزارهای جراحی شروع کردیم و این استارتش از حالا انگیزه و استارتش از جبهه جنگ اتفاق افتاد، چون من اون موقع کارشناس اتاق عمل بودم. حدود 65% بازار ایمپلنت های فک و صورت جمجمه الان دست ماست. اولین تولید کننده هستم و تنها تولید کننده هستم که 1700 نوع کالا از در رابطه با ستون فقرات و جمجمه و صورت و فک و همه اینا ما تولید کردیم و تنها شرکتی هم هستیم که تونستم خدا رو شکر همه استانداردهای بین‌المللی رو بتونم کسب بکنم، از ایزو 13485 گرفته تا برسه به سی اروپا که الان تنها شرکتی هستیم که سی اروپا رو داریم و به خاطر همین هم الان صادراتمون به کشور اروپایی است و از اونجا به 8 کشور دیگه داره صادر میشه. این شرکت خب اولی که شروع کرد با یه کارگاه کوچیکی شروع کرد، شاید من میگم تو زیر زمین خونم بود، از اونجا شروع شد و استارتش خورد و بعد اومدیم یه کارگاه، خب من خودم کرجم بود، بعد اومدیم تهران یه کارگاه کوچیکی گرفتیم و بعد رفتیم توی محله به اسم نظام آباد و همینجوری رفتیم تا تونستیم یه کارخونه حالا نسبتاً متوسطی بخریم توی تهران پارس. بعد یه گذشته‌ای داشته باشه، یه رزومه‌ای از گذشته بعد ما داشته باشیم. من به دلیل اینکه خودم حالا پدرمو در سن 5 سالگی از دست دادم و سن تقریبا 8-9 سالگی 10 سالگی بود، چون من تمام تحصیلاتمو شبونه درس خوندم. مثلا از کلاس دوم ابتدایی من شبونه درس می‌خوندم، از کارهایی مثل مکانیکی و تراشکاری و چه می‌دونم قالب سازی و بعد کوزه‌گری و نجاری و هر کار خیاطی و هر کاری که بود ما توی دورانی که حالا داشتیم درسمون تا دیپلم بگیریم انجام میدادیم. سرمایه اصلی من الان آوردم اینجا، شد عددشو نمیخوام بگم، خیلی زیادم هست، آوردم اینجا و همه میگن آخه بابا تو توی این بیابون برای چی به این بزرگی کارخونه رو داری میسازی، به این مجتمع چی؟ میگم بابا من لذت هم در اینه و واقعا لذت میبرم. الان به امید اون روزی نشستم که برم و 250 تا پرسنل رو توی این مجموعه ببینم و محصولاتی که از این مجموعه بیاد بیرون رو ببینم. حالا اگه بخواد نشون بده مثلا یه همچین پلاکی رو من اولین بار تولید کردم که ساده ترین پلاک بود، بهش میگفتن نرو، پلاک نرو، من همچین چیزی کوچولو بود. ما اومدیم اینو تولید کردیم، اون زمان مثلا بود این 1,200,000. ما اومدیم از قیمت، اصلا نمی‌دونم قیمت این چقدره، 1,200,000 خیلی پول بود اون موقع. ما اومدیم اینو قیمت گذاشتیم از رو 50,000 تومان. دیدیم خیلی قیمتش هم نداشتم اصلا، خیلی عالی، خیلی سریع بازار مشتاق شد و سریع اومدن خریدن. ما تنها تولید کننده هستیم که سبد کالامون کامله. دوستان خودم الان هستن، شاید از این هیته شروع کردن، آدمای متمولی شدن و از این رفتن بیرون و الان تو بساز بفروشی و چه میدونم تو ماشین و توی ارز و تو صرافی‌ها و اینا الان هستن. دوستان زیادی دیدم که اتفاقات براشون افتاده. ولی من واقعا میگم شما تو کارآفرینی نگاه بکنی، امروز مثلا 10 تا پرسنل دارین، وقتی که فردا میبینی کاری که گسترش پیدا میکنه میکنیش 15 تا، میبینی تو کارخونه جمعیت بیشتر شده، تو دفتر جمعیت بیشتر شده، لذت میبری. یک محصولی میتونه قوی وارد بازار بشه و قوی بمونه، بتونه رقیب خوبی داشته باشه. من به خاطر همین میگفتن آقا بیان این، خب تو وقت شما داریم دیگه برین مثلا نامه بزنین به اداره کل که اینا ورودشو ممنوع کنم. گفتم نه، من چرا، من با تکنولوژی خودم، با قیمت‌های خودم، با کیفیت خودم، من خودم ورودشو ممنوع کنم و همین اتفاق هم افتاد. الان هیچ نماینده دیگه، هیچ وارد کننده نمیتونه پیچ میارن بعضیاشون، ولی خیلی کم و من دوست دارم اتفاقا، من میام با اونا باز رقابت میکنم. نمیتونه پیچ بیاره وقتی ببینی کیفیتی که اونم میگه مثلا من بدم 42 تا 45 تا من محصولمو، اون مثلا بیاد اون محصول بده 750,000 تومان، اصلا قابل رقابت نیست این قضیه. من با چینی هم الان دارم، من قیمتام 1/3 قیمت چینیه تقریبا، با چینی هم دارم رقابت میکنم. وقتی مثلا شما یک چیزی رو مثلا چیزی تولید میکنی، خلق میکنی، بعد نگاه میکنی، بعد میبرید میبینی مثلا رفت تو بدن یه مریضی رفت،
بعد اون مریض اون اتفاقی که باید واسش میافتاد اتفاق خوب میفته، بعد جراح میاد شما رو تشخیص واقعا این واقعا تو ایران تولید شده، واقعا اینو ما خودمون تولید کردیم. میدونی اینا همه انگیزه میده به اون تولید کننده.